که سابقه مربیگری توی تیم شهرداری آستارا هم داره. مربیگری هر دو تیمو به عهده دارن. یه توپ از جناح چپ حسین فاضلی بود که صاحب توپ بود و داور خطا رو از سید احمد موسوی بر روش اعلام میکنه. حسین فاضلی میره پشت ضربه قرار میگیره تا ارسالی رو داشته باشه. فاضلی ارسال میکنه روی دروازه، ضربه سر از بازیکن آریو اسلامشهر و از کنار دروازه تیم داماش به اوت میره. یوسف بهزادی باید بازی رو آغاز کنه. یوسف بهزادی اصالتا هم مال همین شهر اسلامشهر هستش و قبلا تو همین تیم بازی میکرد. کنان طاهر نژاد میزنه زیر توپ برای رضا زاهد تبار. توپ میرسه به علی خدایی. علی خدایی رو به عقب برای آقالو و آقالو هم به کنعان پاس میده و یه چند ضربی رو بازیکن داماش میزنن. توپ تو دستان آقالو هستش. آقالو ارسال میکنه برای سپر سیمانپور و بازیکنان آریا هستن که توپ رو جمع میکنن. یک ارسال، رضا زاهد تبار میپره ضربه سر رو بزنه، توپ رو هوا هستش و بازیکنه تیم آریو صاحب توپ بودن که خطای رامین آقالو روی فاضلی رو داور اعلام میکنه. از نکات حائز اهمیت این بازی این است که تو بازی قبلی آریو اسلامشهر یه سری اتفاقاتی بین تماشاگرها رخ داده بود که این بازی رو بدون تماشاگر کمیته انضباطی سازمان لیگ دستور داد که بدون تماشاگر باشه. بازیکن آریو اسلامشهر باید ارسال رو داشته باشن روی دروازه تیم داماش. ارسال میکنند روی دروازه و بازیکن داماش توپ به بیرون میزنن. باز هم ارسال، توپ میاد که ایجاد موقعیت بشه و یوسف بهزادی هست که توپ رو میگیره. از همین اول بازی بازیکن‌های آریو اسلامشهر اومدن روی داوری که داستان‌ها توی چند وقت اخیر برای تیم داماش از داوری که خودتون میدونید به چه شکل بوده. بازی پارس جنوبی جمع اون اتفاقات افتاد و بازی نفت و گاز گشتساران سجاد قلی بیگی رو زمین افتاد و بازیکن آریو اسلامشهر به کار خودشون ادامه میدن و توپشون به اوت میره. یوسف بهزادی باید بازی رو آغاز کنه. یوسف بهزادی میده به رامین آقالو. آقالو محمد رستمی کاپیتان امروز تیم داماش گیلان پاس میده به احمد موسوی و به میلاد روی نمیرسه. آمری پاس میده به دلیری از اون سمت باز هم
رو به عقب کار میکنن. آمری پاس میده به بالولی، باز هم آمری توپ رو تو دفاع خودشون پاسکاری میکنن. دلیری یک ارسال رو دارن. ضربه سر اول و رامین آقالو میزنه. بازی کنه داماش، رامین آقالو پاس میده به کنعان. توپ رو لو میدن و آقالو هست که صاحب توپ هست و داور خطا رو اعلام میکنه از بازیکنهای تیم آریو اسلام شهر. تو دفاع پاس میدم به بازیکن داماش، نمیرسه تو بهشون و توپ به اوت میره. نه گرفت. آفرین به میلاد روین. میاد پاس میده به رضا زایتبار رو داور آفساید اعلام کرده. اون گوشه توی فنسا مشخص است. داور پرچمش رو برد بالا و اعلام آفساید کرد. موقعیت خطرناکی بود که برای تیم داماش داشت ایجاد میشد و بازیکن داماش یه تدارک حمله خیلی خوب داشتن. فرامرزی دروازه‌بانشون پاس میده به آمری. بالولی رو به جلو حرکت میکنه. دلیری باز هم پاس میده به آمری. بالولی تو این ور اومده. بالولی ارسال میکنه. ضربه سر اول و کنعان میزنه و میزنه زیرش. رامین آقالو خودشو میندازه. داور میگه ادامه. توپ میرسه به سپر سیمانپور. سپر پا به توپ رو به جلو حرکت میکنه، میده رو به عقب برای رستمی. رستمی به اون جناح میاره و توپ نمیرسه به رضا زایتبار. بازم رستمی توپو میگیره. آقالو پاس میده به رستمی، نمیرسه بهش. تو میانه میدان بالولی هست. ارسال میکنم مدافعین تیم آریو. توپ رو باز هم کنعان دفع میکنه، میزنه زیر توپ. خط هند بود، میتونست داور بگیره. فاضلی بود که خط هند انجام داد. بالولی رو به عقب برای آمری، میچرخونن تو خط دفاعی خودشون. سهیل میرزازاده جناح چپ، باز هم پاس میده به دلیری. بازیکن آریو ارسال دارن. توپ و نخستین گل واسه تیم آریو اسلام شهر. شهرام سالاری نخستین گل وارد دروازه تیم داماش گیلان میکنه. بازی 1-0 میشه به سود تیم آریو اسلام شهر. یه ارسال توپ بین مدافعین گیر کرد و گل اول برای تیم آریو اسلام شهر به ثمر رسید. اگه اون پشت رو نگاه کنید، تماشاگرای آریو اسلام شهر پشت فنسا هم دارن تیمشون رو حمایت میکنن و اولین گل هم برای تیم آریو اسلام شهر تو این دقیقه به ثمر میرسه. شهرام سالاری نخستین گل رو برای تیم آریو اسلام شهر میزنه. بازی 1-0 میشه. محمد رستمی این دو زایتبار که بهش نمیرسه. بازیکن آمری
بازیکن آریو خط دفاعی توپو دارن، چند تا ضرب میخوره. بازیکن داماش فشار میارن که توپو بگیرن. طاهر نژاد ضربه سر رو میزنه، علی خدایی میزنه زیر توپ میانه میدان. احمد موسوی صاحب توپ میندازه اونور برای رضا زاهد تبار، نمیرسه بهش و این داجلیری هست که توپ رو به اوت میزنه. خطا روی رضا زاهد تبار اعلام میشه. باید ارسال رو بازیکن تیم داماش داشته باشد. سپر سیمانپور هستش که پشت ضربه قرار میگیره و باید این ضربه رو بزنه. ببخشید اشتباه گفتم، سجاد قلیبگی هستش. سجاد قلیبگی باید ارسال رو داشته باشه. سجاد قلیبگی ارسال میکنه روی دروازه، وای، و میرفت که این توپ به گل تبدیل بشه. توپ نگرفت، با پای بازیکنان تیم آریو اسلامشهر به کورنر میرسه. نیاد یزدانی هست که باید بره پشت ضربه قرار بگیر و کورنر رو ارسال کنه. نیاد با ارسال داشته باشه. نیاد یزدانی میده بیرون محوطه جریمه. احمد موسوی توپ رو داره میده به علی خدایی صاحب توپ ارسال. این جنا فکر کنم این دفعه اوت شد. به اوت میرو. دروازه‌بان امروز تیم آریو فرامرزی باید بازی به جریان بندازه. فرامرزی میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان. کنعان میزنه، سجاد قلیبگی و توپ میرسه به بازیکن آریو. توپ رو هوا هستش و میاد رو این توپ میاد برای بازیکن داماش. میرسه به بازیکن داماش و حالا علی خدایی هستش که باید تدارک حمله رو ببینه. رضا زاهد تبار رو بهش میگه برو جلو، رو به جلو حرکت میکنه. علی خدایی میندازه برای زاهد تبار و توپ به اوت میره. پرتاب اوتو باید داشته باشم بازیکن‌های آریو اسلامشهر. وحید نعمتی باز هم توپ به اوت میره. بازیکن تیم داماش توپو میگیرن از آریو اسلامشهر و توپ به بازیکن آریو میخوره. محمد رستمی میده اینور برای میلاد روئین، میزنه زیر توپ میرسه به بازیکن داماش ولی قطع میکنن بازیکن آریو. میرن که یه ضد حمله رو تدارک ببینن. میلاد روئین که طاهر نژاد میاد تو اون قسمت و جمعش میکنن. باز هم توپ میرسه به فرامرزی. بازیکن آریو خط دفاعی توپ رو دارند و پاسکاری میکنن با هم دیگه.
داشت جلیلی و فرامرزی و آمری و میرزازاد مدافعالی رو و یک کورنر رو بازیکن داماش میدن. باید ارسال رو داشته باشن روی دروازه تیم داماش. بازی یکیچ هست با گلی که شهرام سالاری زده تو همون دقایق ابتدایی بازی. هرچند این بازی بدون تماشاگر است ولی پشت اون فنس هایی که هست و توری که زده شده یه سری تماشاگر هستن. اصولا فکر میکنم بچه آکادمیشون باشن. بازیکن آریو، میرزازاد، فاضلی رو به جلو حرکت میکنه، ارسال میکنه و بازیکن داماش پشت محوطه جریمه. هر توپی میاد بازیکن آریو دستشون رو میبرن بالا که آقا پنالتی بگیره. بهزادی بازی رو شروع میکنه، میده به آقالو میزنه زیر توپ. رضا زاید تبار به دنبال فرامرزی میده به داجلیری، میکشه زیر توپو، توپ به فاضلی نمیرسه و توپ به سپر و توپ به سر بازیکنای آریو میخوره و به بیرون میره. بالولی بود و تو میانه میدان باز هم توپ به بازیکن آریو میرسه. علی خدایی، رضا زاید تبار میره موقعیت ایجاد بشه. محمد رستمی تو میذاره برای محصول آکسپت. داور پرچمش رو بالا برد و خطا روی سپر سیمانپور رو اعلام کرده. خطا روی سپر سیمانپور اعلام میشه. میاد یزدانی هست که رو زمین افتاده. سید احمد موسوی و علی نظر محمدی صحبت میکنه و بعد صحبت هایی که اون پایین داره انجام میده علی نظر محمدی. داورم میاد دیوار دفاعی رو میچینه و حالا سجاد قلیبیگی پشت ضربه قرار میگیره و باید یک ارسال رو داشته باشه برای تیم داماش. ببینیم نخستین گل تیم داماش به ثمر میرسه یا خیر. سید احمد موسوی هست و سجاد قلیبیگی پشت ضربه باید ارسال رو داشته باشن. احمد موسوی میپره، توپ میاد، یک کار تمرین شده و سپر سیمانپور نزدیک بود توپ به گل برسه. این چیه آقای بیاتلو؟ محوطه جریمه شما کجاست؟ محوطی که با توش باشی اونجاست، بیرونه. ناظر هم داره فیلم میگیره، ناظر بازی هم اینجا هست و فقط نظاره‌گرم، حرف و حدیثی هم بهش نمیزن. فرامرزی باید بازی رو آغاز کنه. میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان. کنعان طاهر نژاد میزنه زیر توپ. کنعان توپ تو میانه میدان هست، ضرب میخوره، باز هم میره رو به هوا. رو هوا میزنن. بازیکن آریو اسلام شهر هستن که توپو میگیرن. میندازن پشت علی خدایی. علی خدایی مشایعت میکنه توپو و داور خطا میگیره. خطا روی علی خدایی رو اعلام میکنه. یوسف بهزادی میره که اون خطا رو بزنه. علی نظر محمدی میگه یوسف نزنه و رامین آقالو هست که میره توپ رو بزنه و شروع بازی رو انجام بده. رامین آقالو میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان و به اوت میره. بازیکن آریو
تو میانه میدان بازیکن داماش، سجاد قلی بیگی، علی خدایی رو میزنه، یه پرس دارن انجام میدن و فرامرزی باز هم میزنه زیر توپ. رامین آقالو میپره رو هوا، کنان طاهرنژاد و خطا از بازیکن تیم آریو اسلام شهر عارف قزل هستش که با دست میخوابونه توی صورت بازیکن تیم داماش. عارف قزل بود که میزنه تو صورت کنان طاهرنژاد و پزشکیار تیم داماش میره بازیکن داماش میان پیش علی نظر محمدی، سید احمد موسوی و میاد یزدانی میان اونجا صحبت میکنن. بازیکن داماش روی زمین افتاده، تو جایگاه ویژه هم مالک باشگاه و بقیه همراهان هستن. بازی متوقف است و کنان طاهرنژاد به خاطر ضربه‌ای که عارف قزل توی صورتش زده بود روی زمین است. کنان طاهرنژاد بلند میشه، آقالو باید بازی رو به جریان بندازه. داور سوتو میزنه و شروع بازی رو اعلام میکنه. میاد این و توپ برای به عهده میره. الان آروم آروم رفت و بازیکن آریو اسلام شهر هستن که باید بازی رو شروع کنن. کنان طاهرنژاد هم برمیگرده به بازی، ارسال میشه. میلاد رویی بازیکن آریو تو چند ضرب میخوره تو به میانه میدان. بازیکن آریو صاحب توپ هستن، طراحی حمله رو میکنن. مهاجم خیلی خطرناکی از شهرام سالاری. رضا زاهد تبار توپ میرسونه به سپر و خطا اعلام میشه. داور این بازی دیگه خیلی داره با آریویا مماشات میکنه. خطایی رو که میتونست کارت زرد بده به خاطر جلوگیری از حمله داماش رو نداد و بازیکن داماش کار آغاز میکنه. رامین آقالو میگه این برای کنان طاهرنژاد میزنه زیر توپ و باز هم بازیکن آریو هستن که توپ رو میگیرن. فقط کاری که میکنن اینه که میزنن زیر توپ، بازی رو آوردن رو هوا. توپ میانه میدان و داور الان خطا اعلام میکنه. بازی یکیچ هست به صورت تیم آریو اسلام شهر. مدافعین آریو بازی رو به جریان میندازن. میرزازاده به آمری رو به عقب کار میکنن برای فرامرزی. دروازه‌بان آریو میده به داجلیری.
اون سم بازیکن داماش فشار رو میذارن، توپ میاد میانه میدان، آقالو میزنه زیر تو میانه میدان. روی این ارسال میخواد داشته باشه برای سپر سیمانپور که به سپر نمیرسه. فرامرزی تو میاد میانه میدان و خطا روی مدافع تیم داماش. داماش سریع شروع میکنن. رضا زاید تبار رو به جلو حرکت میکنه، رو دستش داره قلی بگی این ور میندازه برای احمد موسوی. احمد موسوی یه بازیکن جلو خودش داره، محمد رستمی پشت محوطه جریمه شوت. آفرین، این حمله خوب بود. اگه تو پای محمد رستمی مینشست میتونستیم شاهد اولین گل باشیم. یه موقعیت خطرناک و داماش داشت، توپ سپر سیمانپور به اوت رفت و اینم دومین موقعیت خطرناکی بود که میتونست تبدیل به گل بشه. بازیکن آریو میزنه زیر تو میاد تو میانه میدان. محمد رستمی جمع میکنه، تو سر خوب جمع کرده امروز محمد رستمی. میره اونور برای علی خدایی میندازه برای سپر سیمانپور. میاد فرامرزی میاد از دروازه بیرون، میزنه زیر تو و میرسه باز هم به بهزادی. یک حمله تیم آریو اسلام شهر داشت، الحق و الانصاف، همونم رفت دروازه و یکیچ شد. میزنه بهزادی زیر توپ میاد تو میانه میدان. سید احمد موسوی میتونه راه بندازه روی اینو. موسوی میخوره به شکم بازیکن آریو. سجاد قلی بگی از اونجا شوت میزنه و توپ برمیگرده و میاد رو به عقب. بهزادی، کنعان، طاهر نژاد، رستمی تو از حرکت میکنه. یه خورده سریع بود و به زاید تبار نرسید. فرامرزی توپو میگیره، فرامرزی توپو میکاره، میخواد شروع بازی رو داشته باشه. فرامرزی میزنه زیر توپ. طاهر نژاد ضربه سر اولو میزنه. بازیکن آریو، رستمی و رویین هستن. توپ میاد برای کنعان و توپ بازیکنان تیم آریو میخوره و به اوت میره. رویین پرتاب دست و باید داشته باشه، باز هم ضربه سر رو میزنن بازیکنان آریو اسلام شهر. میلاد رویین پرتاب انجام میده. توپو بازیکن آریو باز هم به اوت میره. توپ احمد موسوی هستش. دو میارن به اون جناب علی خدایی این برای احمد موسوی. احمد موسوی رو میندازه سپهر رو و داور خطا اعلام میکنه. فرامرزی بازی رو راه بندازه. بازی هم یکیچ هست به سود تیم آریو اسلام شهر. اون بالا اسکوربورد هم مشخص است.
میزنه زیر توپ کنان طاهر نژاد و توپ به اوت میره. میرزازاد میده فاضلی ارسال میکنه و توپ به اوت میره. باید بازی رو شروع کنه بهزادی. بهزادی میزنه زیر تو روی نمیرسه بهش. این وقت فاضلی هستش و توپشو روی به اوت میزنه. بازیکن آریا اسلام شهر. میرزازاد پرتاب دست انجام میده. توپ روی میگیره میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان. زاهد تبار میتونه یه حمله رو تدارک ببینن. توپ اوت میره به پای رضا زاهد تبار خورد و توپ اوت رفت. تیم داماش دار پرتاب برای تیم داماش اعلام میکنه. میلاد رو این میگه که پرتاب رو داشته باشه. پرتاب دست رو روی پرتاب میکنه و خطا میگیره. بازیکن آریو باید بازی رو به جریان بندازن. بازی هم یکیش به صورت آریو هست. پرتابو انجام میدن. میلاد روی اولو میزنه. سپر سیمانپور میپره رو هوا میاد. سجاد قلیبگی میندازه برای زاهد تبار. رامین آقالو بازیکن تیم آریو هستن. توپو میگیرن. توپ گیری کردن بازیکن داماش. میتونن از این تدارک ضد حمله رو ببینن. میاد اضافه میشه. سجاد قلیبگی رو به عقب برای کنعان. روی اینو داره کنار دستش. رو به جلو میده واسه سید احمد موسوی و توپ اوت میره که داور برای تیم داماش اعلام میکنه. پرتاب دست رو بازیکن داماش باید داشته باشن. کنعان طاهر نژاد میره تا اون پرتابای معروف بلند خودش رو داشته باشه. کنعان طاهر نژاد پرتاب میکنه. توپ میاد تو محوطه جریمه بیرون محوطه جریمه. رضا زاهد تبار توپ میخوره به بازیکن‌های داماش و فرامرزی است که توپ رو مال خود میکنن. فرامرزی میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان. در سر اول کنعان میزنه. طاهر نژاد توپ میخوره به پشت رضا زاهد تبار. توپ میگیرن بازیکن داماش. یه کار ترکیبی رو انجام میدن. سجاد قلیبگی میده برای علی خدایی. قلیبگی رو به عقب و خطا روی سجاد قلیبگی. داور نمیخواد کارت بده. مماشات تا چه حد دیگه فلجی نماد بکنه بازی کنه که داور مجاب بشه کارت بده.
بازیکن داماش ارسال میکنن، تو میرسه به میلاد رویی، میده اینور، میاد یزدانی داره توپو میده اونور برای علی خدایی یه پاس میاد و بازیکن تیم آریو اسلام شهر هستن که توپو میگیرن میزنن زیر توپ و تو میانه میدان میرسه سجاد قلیبگی راه میندازه اونور رضا زاهد تبار رو، یه خورده پاسش تند و تیز بود و توپ به اوت میره. فرامرزی هست که باید بازی رو به جریان بندازه. لحاظان تیم آریو اسلام شهر. این برم عارف غزل داره کفشاشو عوض میکنه. تو میاد به میانه میدان، آقالو میزنه ضربه سر رو، میاد این بر برای علی خدایی و علی خدایی توپو به اوت میزنه. توپ برای تیم داماش به اوت میره. بازی یکیش هست. مهد رستمی میده به کنعان تو دفاع، آقالو میزنه زیر توپ، این برای میلاد رویینو به رویین نمیرسه. بازیکن آریو سالاری غزل سالاری میده اونور، علی خدایی میزنه زیر توپ به کورنر میره. کورنر باید ارسال بشه روی دروازه تیم داماش. سهیل میرزازار باید ارسال رو انجام بدن بازیکن آریو اسلام شهر. بازی کوتاه آغاز میکنم بازیکن آریو اسلام شهر. ارسال روی دروازه سپر سیمانپور سر اول میزنه، از اون وقت میاد یه حمله ایجاد بشه و توپ اوت میره. موقعیت خطرناکی بود که تیم آریو داشت. موقعیت خطرناک میتونیم بگیم تیم‌ها 2-2 هستند، اما نتیجه بازی یکیش به سود تیم آریو اسلام شهر است. داماش 2 تا موقعیت خطرناک رو داشت، یه دونه توپش توسط سپر سیمانپور به اوت رفت و یه دونه شوتش هم واسه مهد رستمی از کنار دروازه به اوت رفت. بازیکن تیم داماش تو میانه میدان میگیرن توپ رو. مهد رستمی سجاد قلیبگی رو دست داره، پاس میده و نمیرسه به بازیکن داماش. این وقت تدارک یک حمله رو میبینن و میلاد رویین میزنه زیر توپ. سپر سیمانپور، احمد موسوی میده سجاد، توپو میگیرن. بازیکن آریو صاحب توپ هستن، ارسال میکنن. رامین آقالو، علی خدایی توپ
قلی بیگی هستش تو میانه میدان، داره کنار دستش محمد رستمی میده این ور برای سید احمد موسوی. میلاد روی رو به عقب، محمد رستمی میده به کنعان. رستمی پرس زیادی رو داشتن. میلاد رویین باید پرتاب دست رو انجام بده. بازیکن داماش رویین پرتاب دست رو میده برای قلی بیگی داره رو به عقب برای آقالو میزن برای میاد پشت محوطه داره توپ رو یک ارسال میکنه برای سید احمد موسوی. توپ اوت میره. فرامرزی هستش. بازی 1-0 به سود تیم آریو اسلام شهر است. میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان. کنان میزنه ضربه سر اول و سید احمد موسوی و توپ به اوت میره. سهیل میرزازاد پرتاب انجام میده. توپ میانه میدان. علی خدایی رو به جلو نگه میداره توپ به آقالو به محمد رستمی سر بالا نگاه میکنه و نیمه اولم 2 دقیقه وقت اضافهش اعلام میشه. محمد رستمی آقالو میده به بهزادی. یوسف میزنه زیر توپ میانه میدان میرسه به سپر. هر طوری بود این بعد توپو میزنن و نهایت به فرامرزی میرسه. بازی 1-0 هستش. داور وقت اضافه رو اعلام کرده. فرامرزی میزنه زیر توپ میانه میدان. کنعان چند تا ضرب میخوره و باز هم فرامرزی. بازی رو هوا آوردن بازیکن آریو اسلام شهر. سعی میکنن از پای بلندشون برای شهرام به سالاری استفاده کنن تا بتونن به گل برسن. فرامرزی میزنه زیر توپ. کنعان و خطا روی کنعان اعلام میشه. طاهر نژاد تو میاد بزنه ولی این عارف قزل است که مانع میشه. داورم کارت نمیده. مماشته توپ تو خط دفاعی داماش میندازه برای علی خدایی. اون گوشه توپو داره. زاید تبار به نام خدا نیمه دوم رو آغاز میکنیم. بازی بین دو تیم داماش گیلان و آریو اسلام شهر. میاد
همین اول بازی داور خطا اعلام میکنه. بازی یکیچ هست. بازیکن آریا اسلام شهر باید ارسال رو داشته باشم. فاضلی هستش که میره پشت ضربه قرار میگیره، ارسال میکنه روی دروازه. بازیکن داماش میاد تو میانه میدان. بازیکن داماش صاحب توپ هستن، میاد اینور برای آقالو. آقالو زیر توپ میرسه به سپر. بازیکن آریو شهرام کودرز میاد یه موقعیت ایجاد کنه و توپ به اوت میره. کورنر اعلام میشه برای تیم آریو اسلام شهر. بازیکن آریو میرن ضربه کورنر رو، ارسال و یوسف بهزادی است که توپو میگیره. رامین آقالو رو به جلو حرکت میکنه، میده به محمد رستمی. کنعان آقالو رضا زایتبار سپر. میزازاد و باز هم توپ میاد تو میانه میدان و برمیگرده. از دوباره باز هم فرامرزی هست که در آزاد تیم آریو اسلام شهر تو از آن خود میکنه. فرامرزی میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان. آقالو سر اولو میزنه. سجاد قلی بگی، محمد رستمی رو به عقب برای رامین آقالو. کنعان محمد رستمی توپ به دست حسین فاضلی میخوره و دقیقاً خطای هند رو اعلام میکنه. کنعان میندازه تو اون و آفساید اعلام میشه و تو به سپر سیمانپور هم از کنار دروازه به اوت میره. بازیکن داماش باید بتونن تو این وقتی که مونده یه گل بزن و بازی رو به تساوی بکشونن. بازیکن آریو میزن زیر توپ و باز هم آقالو هستش، ضربه سر اولو میزنه تو میانه میدان. توپ میاد این سمت، علی خدایی
دریبل سرپا کشویی رو انداخت علی خدایی، میندازه اونور برای میلاد رویین و تو با سر بازیکن تیم آریا اسلامشهر به اوت میره. محمد رستمی تو میانه میدان، رضا زاهدتبار رو داره، رضا رو به عقب میاد اینور، علی خدایی رضا رو داره، پاس میده به رضا زاهدتبار، خدایی زاهدتبار به محمد رستمی رو به عقب برای کنعان. تو میدان در اختیار تیم داماش است. تو این چند دقیقه تونستن به خوبی همه چیز رو مال خود کنن. سجاد قلی بیگی اون سمت میلاد رو اینو داره و خطا اعلام میکنه از میلاد رو این داور. اگه اونهایی که توی نیمه اول کارت نداد و کارت میداد الان داور حداقل میتونیم بگیم یعنی اخراجی این بازی از تیم آریو داشت. بازیکن آریو تو دفاع است، میزن زیر تو رامین آقالو با سینه استوب میکنه، میده اون برای میلاد رویین، میده برای سپر سیمانپور، میاد پشت محوطه جریمه داره، رو به عقب برای محمد رستمی سجاد قلی بیگی ارسال، یه ضربه سر میرفت که توی دروازه قرار بگیره. آفرین بچه‌ها، رضا زاهدتبار تو سرش سوار شد اما ننشست تو دروازه. باریکلا، میتونن با این حملات به گل اول برسیم. فرامرزی باید بازی رو آغاز کنه. بازی یکی هست به تیم آریا اسلامشهر، میزنه زیر توپ میاد تو میانه میدان، به سه میرسه بازیکن داماش، میلاد رویی میده اینور و میگیرن بازیکن داماش. باز هم کنعان قلی بیگی آقالو رو به جلو حرکت میکنه، میندازه اونور، میتونه احمد موسوی حرکت کنه. احمد موسوی توی جدال هست، سجاد قلی بیگی و بازیکن آریو میزنن زیر توپو، میرسه به کنعان. آقالو میده اونور به میلاد رویین، نمیرسه متاسفانه به میلاد رویین. بازیکن آریو میزن زیر توپ میانه میدان، کنعان میزنه ضربه سر اولو، محمد رستمی میزنه زیر توپ هستش، چند دقیقه هست توپ رو هواه، میانه میدان بازیکن آریو آقالو ضربه سر رو میزنه، پاس به عقب میده سجاد قلی بیگی به کنعان.
سپر سیمانپور تو میاد به میانه میدان، این بر فاضلی رو داره رو به عقب. بازیکن داماش و داور خطا اعلام میکنه از میلاد رویین روی عارف قزل. آغاز میکنم بازی رو تو خط دفاعی. بازیکن آریو رو به عقب، آمری هستش و داجلیری تو پیرو ارسال کرده. این آقالو چیکار کرده امروز؟ همه رو زد. میلاد رویین ضربه سر. خط دفاعی داماش روز به روز بچه ها دارن با هم دیگه مشتر میشن. کنعان، آقالو، میلاد رویینو تو این بازی هم علی خدایی. واقعا داماش بازی خیلی خوبی رو امروز به نمایش گذاشته. بازیکن داماش پشت محوطه جریمه، سپر سیمانپور میندازه واسه سید احمد موسوی و توپ به اوت میره. داماش میخواد یه تعویض رو هم انجام بده. اسماعیل فطرتی و مرتضی اشکانی هستن که به زمین بیان. بازیکن داماش میانه میدان سر رو میزنن، تو میانه میدان هست و خطا اعلام میکنه داور بازی. داجلیری بازی رو به جریان میندازه. میرزازاد، بازیکن داماش، محمد رستمی، رویین میده به محمد سجاد قلیبگی رو به عقب برای رویین. کنعان پاس میده این برای آقالو ضرب میزنن بازیکن داماش تو خط دفاعی تا تدارک حمله رو ببینن. توپ میاد تو میانه میدان، تو این جنا یعنی یه حرکت رو راه بندازن. بعید نعمتی هستش پا به توپ رو به جلو حرکت میکنه، میده به فاضل رو به عقب برای بالولی. محمد رستمی توپو میگیره. بازیکن داماش میاد کار کرده، میاد تو این بازی. سجاد قلیبگی میرفت که یه موقعیت ایجاد بشه که توپی رو اگه یک قدم جلوتر بود. حالا باید تعویضای تیم داماش انجام بشه. اشکانی میاد داخل بازی، محمد رستمی رو با اسماعیل فطرتی عوض میکنه. اونورم اشکانی رو با 33 سید احمد موسوی هستش که اشکانی رو میخواد با موسوی عوض کنه. سید احمد موسوی هم از اونور میرو خارج میشه. سید احمد موسوی و اشکانی هستن که با هم دیگه باید تعویض بشن. داماش داره یه دونه مهاجم اضافه میکنه.
بازیکن داماش تو خط دفاعی یوسف بهزادی میزنه زیر توپ، میاد تو میانه میدان، اشکانی رباعی قشنگ انجام میده و خطا، کارت زرد اولو میده دیگه. داور دیگه باید کارت رو بده. اینقدر زدن بازیکن‌های داماشو، یعنی این سجاد قلیبیگی رو اینقدر تو میانه میدان زدن و میاد یزدانی رو بنده خدا دیگه نای بلند شدن چند تا صحنه نه اینقدر دیگه پاهاشونو زدن. خب الان میاد یزدانی میره پشت ضربه قرار بگیره، میاد باید ارسال رو داشته باشه روی محوطه جریمه. میاد هست و علی خدایی، ببینیم کدوم یکیشون ارسال میکنن. ارسال روی دروازه میزنن بازیکن آریو و توپ یه موقعیت میتونست ایجاد بشه. اسماعیل فطرتی ارسال میکنه روی دروازه. رضا زاهدتبار رو به عقب میاد، توپ میخوره به بازیکن آریو و بازیکن داماش. مسعود قلیبیگی رو به عقب، میلاد رویین میگیره روی میکشه زیر توپ برای اشکانی میتونه گل بزنه. کورنر. این داماش میتونه گل بزنه، میتونه این دقایق در بازی هیجان انگیز میشه برای تیم داماش. اشکانی اومد و یه جون تازه‌ای گرفت تیم داماش. تو خط حمله اشکانی داره خوب کار میکنه. ارسال کورنر میتونه این گل بشه. میاد پشت محوطه جریمه، بازیکن آریو زاهدتبار هست به دنبال توپ و توپ به اوت میزنه. بهترین کاری بود که میتونست بکنه. داماش داره خوب تو این دقایق بازی میکنه. یه تغییرم داره تیم آریو، شماره 23 رو بیرون میکشه، 70 بیرون میکشه و 23 رو وارد زمین بازی میکنه. رضا صدری رو شهرام سالاری رو خارج میکنه. بازی یکیچ هست برای تیم آریو اسلامشهر رو. داماش میتونه تو این بازی به گل برسه. میاد تو میانه میدان تو بر میگردونن بازیکن آریو به دروازه‌بانشون فرامرزی. داماش یه خورده دیگه حمله کنه میتونه تو این بازی به گل برسه. فرامرزی میزنه زیر توپ، میاد تو میانه میدان. بازیکن داماش، سجاد قلیبیگی، میلاد رویی میاد داره اینجا. اسماعیل فطرتی نرسید، میاد و باز هم بازیکن داماش آقالو این و بازیکن آریو میزنن و باز هم آقالو خطا اعلام کرد. بازیکن داماش با دست پرتاب کردن و داور خطا اعلام کرد. بازیکن داور یه کارت زرد رو میده. نگاه کنید شلوغی‌های یه کارت زرد دیگه وقتی داور داره درست قضاوت میکنه. این داستان‌ها رو هم دارید به آریو اسلامشهر دیگه، حالا بماند داستان‌های خاص خودش رو داره. یه کارت زرد و این همه جنجالی که ایجاد میشه. یه تعویضی رو هم انجام میده تیم آریو اسلامشهر. 47 رو با 19 عوض میکنه. عارف قزل رو میاره بیرون و حسین زاده رو وارد زمین بازی میکنه. میاد یزدانی اینور
میان بازیکن داماش تدارک حمله رو ببینن. ارسال و توپی که به فرامرزی میرسه، میزنه زیر توپ تو اون جنا. بازیکن آریو توپ دارن، بازیکن داماش توپو میگیرن تو اون یه گل جا. دیر رسید برای اشکانی. بازیکن داماش سجاد قلی بیگی میندازه برای رضا زاهد تبار، یه خطا، نه واقعا پرتاب دست رو میگیره، پرتاب اوت دست رو میگیره برای بازیکن داماش. اگه گهگاهی میبینید که ما تصویر رو هی زوم میکنیم و در میاریم، به خاطر این است که جایگاهی که ما استقرار پیدا کردیم کم نامناسبه. عملا یه خط پایین رو ما نمیتونیم بگیریم، به خاطر که شما بهتر ببینید. بعضی ما از مواقع مجبور میشیم زوم کنیم و یا عقب‌تر بذاریم دید رو. شوت از بازیکن داماش و میگیره فرامرزی. فرامرزی داماش واقعا نیمه دوم متحول شد و قشنگتر تونست بازی کنه. فرامرزی میزنه زیر توپ میاد میانه میدان. میلاد رویین و بازیکن تیم آریو هستن که توپو میگیرن. بازیکن آریو ارسال، سپر سیمانپور ضربه اولو میزنه. توپ اوت میره برای تیم داماش. علی خدایی دست رو باید داشته باشه. میزن بازیکن آریو و خطا روی بازیکن داماش اعلام میشه توسط داور بازی. یوسف بهزادی بازی رو به جریان میندازه. یه ارسال برای اشکانی، میدوی دنبال توپ، پشت محوطه جریمه میاد یزدانی، رضا زاهد تبار عقب برای خالی بیگی و توپ به اوت میره. بازیکن داماش میتونن گلو بزنن، 1-1 بشه بازی. فرامرزی در آزمون تیم آریو اسلام شهر بازی رو شروع کنه. میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان. آقالو سر اول رو میزنه، توپ میاد تو کنج محوطه. بازیکن آریو باز هم آقالو، امروز تمام ضربات سر اول آقالو زده. حالا کنان طاهر نژاد سر رو میزنه، و توی محوطه جریمه تیم داماش و یوسف بهزادی هستش که توپو مال خود میکنه. یوسف میزنه زیر توپ میاد به میانه میدان، توپ میخوره به زمین. سپر سیمانپور، داماش میتونه یه موقعیت ایجاد کنه. علی خدایی میاد رو پای راستش و توپ میخوره به بدن بازیکن تیم آریو، صورتش رو میگیره. یه چند دقیقه هم وقت بازی رو تلف کنن.
توپ میاد کنار، باز هم برای تیم داماش به اوت میره. این نکته جالب بگم، توپ میفته بیرون، آریویا نمیدن. آقالو توپ اونزی و توپ و داور آفساید اعلام میکنه. پرچم داور رو میبینید بالا هستش و آفساید اعلام کرده. بازم از اینکه این جایی که ما هستیم یه مقدار نافرم و بعضی از تصاویر خط و یه مقدار سخت هستش براتون، ولی با هر حال این کار رو انجام میدیم. ما رو مورد عفو قرار بدید که هیچ امکاناتی تو این ورزشگاه وجود نداره. تیم مقابلم پخش مستقیمی رو نداشت و ما خودمون پخشش کردیم. حالا این وقت برای داماش سپر سیمانپور و توپ رو دروازه‌بان آریو میگیره. فرامرزی هستش که باید بازی رو آغاز کنه. میزنه زیر توپ میانه میدان، باز هم آقالو. امروز فکر کنم بالغ بر 20 تا 30 تا فقط ضربه سر اول و آقالو زد. میندازن پشت مدافعان آریو. توپ سه رو میگیرن بازیکن داماش. اسماعیل فطرتی، اسماعیل توپو داره میده اون برای میلاد رویین. رضا زاید تبار توپ میاره. اسماعیل فطرتی توپ رو باز هم بازیکن داماش میگیرن. بازیکن داماش، آقالو، سجاد توپ میاد اینور. و یک خطا رو اعلام میکنه داور بازی. فیلمبرداری که اومده اینجا دقیقا جلوی ما وایساده. ما هم میان یکم عقب‌تر بتونیم یه زاویه‌ای رو بگیریم. باید ارسال رو داشته باشم. بازیکن آریو صدری هستش که پست ضربه قرار گرفته. ارسال میکنه تو به بیرون میره. آقالو این مرد کنار دست خودش داره علی خدایی رو. علی خدایی میاد این مرد برای سجاد قلیبگی. من سجاد تکنیک بالایی داره. یه دیگه کشویی میاد بزن و تو اوت میره. بازیکن داماش ضربه سر اولو میزنن. قلیبگی توپ در اختیار داره. خدایی رو به جلو حرکت میکنه. داور خطا اعلام نمیکنه. چه یه دو تا خطا رو اعلام کرد دیگه سوتا برگشت. اونور برای میلاد رویین میزنه تو به پای بازیکن میخوره. بازیکن آریو کنعان دیگه رفت و برگشت میرسه برای اسماعیل فطرتی میده به خدایی رو به جلو داره حرکت میکنه.
اینور داره سپهر رو، سپهر یه دریبل میزنه میگیرن بازیکن آریو، اینور راه میندازن بازیکنشونو. کنعان طاهرنژاد قشنگ اومد توپو جمع کرد، تجربه اینه. اون بر میندازه برای رضا زاهد تبار، بازیکن داماش، میلاد رویین میگیرن توپو. اسماعیل فطرتی میندازه این بر برای اشکانی، اشکانی میتونه یه موقعیت رو ایجاد کنه تیم داماش. داد بیداد، توپا نمیره تو گل. موقعیت خوبی رو داریم ایجاد میکنیم، یکم بچه ها باهوش باشن به خدا میتونیم به گل برسیم. یه تعویض دیگه هم داره تیم آریو انجام میده، روحانی رو داره وارد بازی میکنه و از اون برم فاضلی رو خارجش میکنه. رضا شاخص هم میاد وارد بازی میشه و به جای میاد یزدانی، رضا شاخص، میلاد رویین، اسماعیل فطرتی، بچهای آکادمی باشگاه داماش. خدا رو شکر بعد از سالها ما تونستیم چند تا بازیکن رو معرفی کنیم. چند مدت بود ما واقعا میگم توی فوتبال رشت بازیکنای خوبی رو نتونسته بودیم معرفی کنیم. هر چند تایی هم که بودن ستاره‌ای بودن، ولی خدا رو شکر امسال 3 تا هستن که حداقل توی ترکیب اصلی هم میشه به سالهای بعد تیم داماش امیدوار بود. توپ میاد واسه اشکانی، گلم میزنه ولی خب آفساید دیگه. داماش گل میزنه ولی آفساید، ولی با همون حال بازم نتیجه 1-0 هست، هیچ اشکالی نداره. یکم این حملاتمون دامنه دارتر بشه، یکم بچه تیزهوش‌تر عمل کنم، مطمئن باشید میتونیم به گل تساوی برسیم. میلاد رویین بل میکنه تا توپ به اوت بره، ولی داور دیگه پرتاب دست اعلام میکنه. بازیکن داماش توپ تو اون گوشه، رضا شاخص توپ همراهی میکنه که توپ اوت بره و داور خطا میگیره روی رضا شاخص. کنعان طاهرنژاد میره پشت ضربه قرار بگیره تا توپو بزنه. طاهرنژاد میاد به میانه میدان، یه خطای دیگه پول بازیکن سوار شد. بازیکن داماش تو میانه میدان، فطرتی، شاخص، کنعان، فطرتی میندازه اون برای رضا زاهد تبار. رضا کنترل میکنه و توپشو به کورنر میزنه. خوبه این حملات ادامه دار باشه. پوری و حیدری هم داره علی نظر محمدی تعویضاشو میده که بیان به میدان. بازیکن داماش باید ارسال رو داشته باشن، گلی بگی ارسال و توپ اوت میره.
بازیکن داماش میدم برای رضا شاخص. خب رضا شاخص هم پرتاب دستش بلند هست. شاخص پرتاب میکنه، توپ میاد بیرون محوطه جریمه. روین میزنه زیر توپ. کنعان و داور اعلام آفساید میکنه. این پایین تصویرم مرداد حیدری رو میبینید و وحید پوری که میخوام وارد زمین بشن و این برام فرامرزی باید بازی رو راه بندازه. میزن زیر توپ. آقالو ضربه سر اولو زد. توپ میرسه به میلاد رویین تو جناح راست. داماش یک سر حمله هست. ارسال مستقیم. توپ سه رو میگیرن، رو به عقب میدن. بازیکن آریو میکشن زیر توپ. بازم میانه میدان میاد برای علی خدایی. تکنیک بالایی داره. خدایی میده برای قلیبیگی و اونجا میگن بازیکن آریو توپ رو میان یه ضد حمله رو طراحی کنن که آقالو میگیره میده به کنعان. رضا زاهدتبار رو به عقب برای کنعان میاد اینور برای خدایی میندازه واسه سپر. سپر داره اون گوشه توپ رو میده برای خدایی رو به عقب. محمد سجاد قلیبیگی میندازه تو برمیگردونن. بازیکن داماش تو حمله میرن. سپر و توپ اوت میره. حالا داماش دوتا تعویض خودشو انجام میده. رضا زاهدتبار میره بیرون. سجاد قلیبیگی رو میفرسته علی نظر محمدی سمت راست. هافبک راست میکنه و سپر هم میکشه بیرون. سپر میاد بیرون و پوری به جاش میره. مرداد حیدری هم میاد اضافه میشه. حالا داماش دیگه سراپا حمله هست. میزنه زیر تو فرامرزی. پوری ضربه سر اولو میزنه. اسماعیل فطرتی میده اونور. قلیبیگی میلاد رویین. اسماعیل فطرتی اشکانی میده رضا شاخص میزنه زیر توپ. از ترکیب 11 نفره داماش چیزی در حدود 6 نفرشون بازیکنای جوون هستن. رامین آقالو. پوری میندازه برای اشکانی با سرتوفو پاس به عقب میدن. بازی یکیچ است. هنوز هم بازی یکیچه. داماش میتونه شک نکنید حملات دامنه دارش به گل برسه. اونور میان ضربه سر رو بزنن بازیکنای آریو و بازیکن داماش توپو جمع میکنن. قلیبیگی توپو میگیره رو به عقب. روی این میزنه زیر توپ و آفساید. داور آفساید اعلام. یه تعویضم تیم آریو داره انجام میده. شماره 8شون وارد زمین بازی خواهد شد به جای محمد سرفراز. سرفراز حسین نظری
بازیکنی هست که الان میاد بازوبند کاپیتانی رو میان بهش میدن، از فرامرزی میگیرن و به نظیری میدن. فرامرزی شروع میکنه، توپ میخوره به پشت بازیکن‌ها. اشکانی توپ میاد تو میانه میدان، یک کم اگه من سکوت میکنم صدای بیاتلو رو میشنوید اونجا چه الفاظی رو داره به کار میبره. واقعا بریم به بازی. توپ رو به عقب میدن برای فرامرزی، میزنه زیر توپ. رامین آقالو در سر اول رو میزنه میانه میدان. بازیکن داماش اوه 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 با دست خوابون تو صورت رضا شاخص. داماشی همه حمله. داماش حمله میکنن. بازیکن داماش ارسال وحید پوری و خطا. کارت زرد دیگه. چرا؟ بازیکن آریو میفته رو زمین و حالا داستان اینه. داور داره وقتای تلف شده رو اعلام میکنه. چیزی که هست انگار 5 دقیقه میخواد وقت تلف شده بگیره. میاد به بازیکن داماش میرسه. اسماعیل فطرتی میزنه زیر توپ. یه موقعیت میرن که ایجاد کنن و خطا میده. داور 5 دقیقه پایین تصویر مشخصه. اعلام وقت اضافه میکنه. توپ میاد کنعان میزنه ضربه سر اولو. حالا داماشی ها میان تدارک حمله ببینن و ای وای توپ میاد به اوت میره. علی نظر محمدیان میبینید سریع میاد توپ میده به علی خدایی، میده به آقالو. کنعان میکشه زیر توپ. وحید پوری ضربه سر میزنه. توپ میاد تو میانه میدان زیر آقالو خالی میکنن و داور خطا اعلام میکنن. 5 دقیقه وقت اضافه و ببینیم داماشی ها میتونن گل تساوی رو بزنن. داماش از اون موقعیت های خودش استفاده نکرد. توپ میانه میدان. اسماعیل فطرتی شاخص میده این برای خدایی.
علی خدایی رو به جلو، رو به جلو. خدایی داره کنار دستش قلیبیگی رو میده به قلیبیگی. قلیبیگی اونور و باز هم داور خطا میگیره. ارسال میکنه فرامرزی و خطا روی میلاد رویین. داموش میتونه تو این دقایق به گل برسه. میزنن مرداد حیدری ضربه سر رو میزنن زیر تو. بازیکن آریو و تو به تیرک میخوره و چه واکنشی نشون داد یوسف بهزادی. آفرین به یوسف بهزادی. توی حرکت یه موقعیت خطرناک براشون میاد. آروم آروم از اون گوشه داره بازیکن آریو میره. داماشیات اگه یکم قدر فرصت ها رو میدونستن الان تلاش کنن برای گل پیروزی. ارسال میکنن بازیکن داماش. والولی بازیکن داماش توپو میگیرن. وحید پوری حرکت میکنه. پوری رو به جلو میزنن زیر تو. فطرتی میده اونور برای قلیبیگی. پرتاب دست. رضا شاخص میده همونور برای میلاد رویین. میاد رو به عقب. آقالو خدایی یه ارسال. اشکانی وا افساید. اشکانی اگه ول میکرد پشتش بازیکن تو آفساید نبود. فرامرزی باید بزنه زیر تو. میزنم بازیکن داماش. خطا اعلام میشه. بازیکن آریو میاد این سم. آقالو و بازی تمام میشه. بازی یکیش تموم میشه.